التماس پدر، به خاطر من. به این هم هوا خنک شده است، خنک میخوره. پدر جان، من با شرف گپ زدم. او همش رو به فریده میگوید. چه خیلی که شما گفتید زندگی با دروغ دیر دوام نمیکند. بیایید رفتیم پدر. با جاسومان هم نفهمد. به شرف گوی که خودی همین روز این کار را حل کند. مایلش پدر، حل میکند. شما غم نخورید. بیایید رفتیم. خوب کرد؟ حاضر خوابش برد. خوراک تیار است. من گرسنه نیستم، نمیخواهم. فریده باز سر نکن، سخنم را نشکن. من گرسنه نیستم شرف. بدتر همراه یاسین میخورم. شما رفته خوردن گیرید. خودت میدونی. مادر جون. پسرم من همین جایم. مادر جون. آرام شو. تو در اینجا چی کار میکنی؟ مانید به درون به شما میفهمونم. هیچ کجا نمیدروی. به اینم از جانم سر شدم. حاضر چنان داد میزنم که خاموش. مرا در نزد دوست و دشمن شرمنده نکن. فشنک طرفی ایستا من حاضر شرف رو جق میزنم. خدا. شرف اینجا به پسرم. ماشینت رو گیر میگویند. راه را محکم کرده است. من در جای هر وقت ماندم. کنیاک رفته بیم. شین شرف، من میروم. نه خودت بیا شرف. کمال بازوری به خانه در اومد. به خدا به زور گرفتم. من دیگه در اون خانه نمیستم. تو دیوانه شدی؟ فریده در همینجاست. تو چی به او هیچ چیز نگفتی؟ این طرف باشد من خودم به او میگویم. مایلش من میگویم، لیکن به من مهلت ده. چه خیر مهلت؟ کمال به خانه زده در آمد میگویم. پینار، خودت که احوال یاسین رو میدانی و بیمار است. یاسین؟ البته یاسین پسرت بوده است. تو چرا هونه؟ به تو میگویم که کمال ما را کشتن میخواهد. تو چه خیر پدر؟ مادر جون من گرسنه ماندم. مایلش پسرم، حاضر رفته برایت خوراک میارم. مادر جان، در آنجا چیکار میکنید؟ آخر خوراکتون خنک شد. آمدم پسرم، آمدم. چی شد؟ برای یاسین خوراک میبرم. اشتهایی تو. تشکر ینگه. احسن به او. اگر میفهمیدم خودم تو را صاحب میشدم شرف. چیکار کنم؟ شما را پنهانی به خانه دارم. فکری خیلی عالی جناب. پینار، التماس بس کن. میلش. مرا کو پنهانی به خانه در آورده نمیتوانی، لیکن کودک را میتوانی. پینار، گوش کن شرف. به تو یک چند روز مهلت میدهم. گفتی لیکن اگر نگفتی من خودم آمده میگویم. البته اگر تو پیش از من گویی برای خودت خوب میشود، زیرا من انتظار شدن را دوست نمیدارم. پینار نرو.
شرف کجا شد؟ نه خود برای یک ماشین اینقدر دیر کند. فریده خوریش کمی خوریش نگذاشتی؟ آخر یاسین خورش رو دوست نمیداره. سبزی برایش خوریشی سبزیگی تیار کردم گرفته بر. برای کیست؟ برای یاسین میبری؟ ها گروس نموندم گفت. منم با تو روم. میلش کنی بینیم پس از شنیدن این خبر فریده چیکار میکند؟ کشا کلام کشا. آفرین پسرم. تو خوراکات رو خور من حاضر میایم. چقدر زیباست. تو هستی پسرم تلخم رو کفونده. پسرم برای چی او رو آورده؟ مادر جان پینار میگوید که در اینجا ایستادن میخواد. کودک رو نمیگرفتم خودش هم میدر آمد. دردی خودمون کم بود که باز رو آوردی. الا 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 کنی خور. آفرین. سر شدم. آخر خیلی کم خوردی کو یاسین. دیگر نمیخوام. خب مایلش. حاضر خاموش است. اگر گریه کنه چیکار میکنیم؟ شرف مادر جان کودک رو پنهان کنید. چی شد؟ یاسین خوراکش رو خورد. گفتنی هم که اگر خواهی به نزدش رو. مادر جان شما این لالی رو برید. ما به نزد یاسین میرویم. رفتیم فریده. یک فکر کنید این کاری کرده امان نه به وجدان راست می آید نه به اخلاق. پنهانی از کلی نمان او را فریب داد ایستاده ایم. حق هستید پدر. ما نباید این کار را کنیم. باز کودک را به خانه آورده است. رو باهی مکار. با چه مقصد کودک را در اینجا مانده رفت؟ مقصدش معلوم. در خانه ما آتش فتنه را علنگه دادن. خودش تنها کند میلش لیکن کودک را هم استفاده میبرد. همه امان به این گناه همراهیم پسرم. گناهگاری اساسی من و مادرت هستیم. یاشار فریده را جغزن. مادامی که شرف گفتن نمیتواند من خودم به او میگویم. خیلی دی از برای خدا تو کاردار نشم. کمی صبر کن خودمون حل میکنیم. کودک را پنهانی به خانه آورده با این مگر کار را حل کرده میتوانی؟ وای غیر از این کاری شرف است. شما دخالت نکنید. مادر جان این تنها دیگر کاری شرف نیست بلکه مشکلی همه امان است. مادر جان من در خانه‌ام کارهای پنهانی کردن نمیخواهم. این خانه چقدری از شما باشد از من هم هست. پدر به کجا میروید؟ پدر جان شد آرام شوید. پدر جان پدر جان نروید. پدر جان بابا جان نروید. پدر جان به کجا میروید؟ نروید بابا جان. خدایا خدا. امیر چی واقعه؟ بابایم از من رنجیدن. به کجا رفتن؟ نه جانکم از تو نرنجیدند.
وای بخیر است. مهمان می آید؟ اما هم می آید. ها برای با ما آشتی شدن می آید ها؟ البته زنی با عقل است، زیرا می داند که تو را هم از دست دهد تماما یکه و تنها می ماند. تیمور امروز از چه گذشت؟ خیلی خوب. چند وقت بود که خودم را اینقدر آسوده حال حس نکرده بودم. گویا بوریگرانی رو از دوشت پرورده باشی. همین طور نه تیمور؟ بله راست. از کجا فهمیدی؟ میدونم. شما بخیر. خوش آمدید. خوش باشی. خوش آمدید اما جان. خوش باشی. خوش آمدید. مرحمت. تو هم خوش آمدی دخترکی زیبا. دختری زیبا نه، حسرت. حسرت گفته؟ ای شیل، گویا نامش رو نمیدونسته باشی. میبینم که حسرت را هیچگاه از خودتون دور نمیکنید. از این پس دیگر اصل رو دور نمیکنم. اما جون چرا روزی سودت گذشته شینه؟ ما اول رفته دستونمون رو شوییم. البته. آیشه جای دستشویی رو نشان ده. خوب شد از خانم. مرحمت. گذر. این چی معنی دارد؟ گوش کن. باز عمت او را به فرزندی قبول نکند؟ قبول میکند. بعد رفتنی من خودش تنها ماند. کی میدوند شاید دردی به کسی رو با این رو فراموش کردن میخواد. همین خیل نه؟ شرف در اینجا چی کار میکنی؟ بدر اون دارو اینجا خونوک است. تنها ماندن میخواهم. چه واقعه؟ با همتون چی شده است؟ پدرم برآمده رفتن، حالا هم از او خبری نیست. تو باشی چند روز است که غمگین مینمایی. هممون برای تشخیص غمگینیم. زودتر نتیجه اش برای دو خبر شویم. یک چند روز گفته بودی. نتیجهش کی میبراید؟ زنگ زدم میفهمم. شرف گوش کن، اگر باز دروغ گویی این دفعه تو رو نمیبخشم. لبه به فکر من عینی بوده است. در همه هر دهتان تنهایید. به او بگوی من هم به ما به خونه درویم. پگاه آماده برید. سحر ساعت 9 من در جای کار میشوم. شب خوش. چی واقعه؟ من و یشر با جستجوی پدرم میبرایم. چی شد یشر؟ از من رو میتوبی؟ نه شرف، من رو نادرست فهمیدی. من برای دیگر چیز غمگینم. منم غمگینم یشر. عصبایم تماما خراب شدن. بیا رفته کمی در سویل سر و گشت کنیم. نمیدونم. پگاه از اینجا میروم. در خونه نیستاد گفته باز نرنجند. بهانه نجوی. من به فریده گفتم که ما میبرویم. افتی خونو که در گور ببرین از پیشم بر اومدی ترسوندی مرا. رو از اینجا گم شو. برای چی اومدی؟ من به هیچ کجا نرفتم، در همین جا بودم. آخر خودت کودک رو به شرف ندادی؟ باز برای چی به اینجا اومدی؟ برای چی به اینجا اومدی؟ من از مجبوری پسرم را به او دادم.
با جای اینقدر گپ زدن به من گوید که پسرم چه حال دارد؟ گریه نکرده ایستاده است. به این مادری غمخوار نگرید، خواطر شده است و به نزد پسرش آمده است. من به نیرنگ‌هایت باور نمی‌کنم. گویا برای پسرش خواطر شده است و برای حال پرسیش آمده است. کنی رو از اینجا رفت. فهمو شما جوابی انیق نمیدهید. من خودم رفتم پسرم را می‌بینم. خوب میلش. من میگویم پسرت خوب است. من و شرف او رو نگاه کرده ایستادیم. بعضا او نگاه میکند بعضا نه همین خیلی آدم بر این جواب دهید. بستر. مبادا اگر گریه کرد مرا خبردار کنید، زیرا پسرم به بوی من عادت کرده است. هر کس او را خوابانیده نمیتواند. میفهمید دخترم؟ اقلا یک بار گپ رو گوش کرده دف شده رو. یک روی نکن باز یکون کس نبیند یا نشنود. ایرا به من چی؟ شنوند شنیدن گیرند. دخترم از برای خدا نگر. من با این مویهای سفیدم تو را زاری و التجا کرده ایستادم. شرف حال میکند. در حال از گلویش ندار. کمی به پسرم مهلت ده. خوب بگذار گفته شما شود، اما اگر به غضب آیم به هیچ کس نگاه نکرده به خانه زده میدم. میلش رو تو رو آخیر بخیر است. اتاف شب بخیر است. شما با کجا؟ خدایا شرف، من به تو گفته بودم که هر قدر توانی زودتر حقیقت رو بگوی. کمی سیر و گشت کرده میایم. پسرم یشر پگاه میرود. بگذار با ما کمی در خانه ایسته. امیر در کجاست؟ امیر در اتاقش خواب است. ما او رو بیدار نکردیم. التماس شما هم نروید. مرا در خانه همراهی کودک تنها نگذارید. مادر جان بعد از نیم ساعت برگشته میآییم. کمی سیر و گشت کرده میآییم. شرف زیغ شده هم میگوید. با خدا من نمیدانم. پینوری روبا در گرد و اطراف خانه چرخ زده گشته است. برای پرتافتن پرتو برآمدم. مثل گربه از پشت قوطی پرتو برآمد. بزور او رو راضی نمودم. کودکم گفته بیزار کرد. نمیدانم اگر به خانه زده درآید من چی کار میکنم نمیدانم. رفتیم شرف، رفتیم پیش درو رفتیم. آدمی با آخر مثل روبا در گرد خانه گشته ایستاده است. دیدی زنگ زده است، من باشم نشنیدم. کی زنگ زده است؟ یگان رفیقت؟ اگر تلفنت را خاموش کن. تو یشر رو نمیشناسی. کاش که خواطر شده به خانه ناآمده باشد. نه اینطور نمیشود لیلا. تا وقتی که همراهی او هستی کار کرده نمیتوانی. چی کار کنم؟ در قرض غوطیدم. من باید یگان راهش رو یابم. از همه خوبش برای او یگان کاری شبانه یاب. نمیدانم نگهبان، پاسبان یا یگان کاری دیگر. پسرت رو نزد همسایت میگذاری. باز چی میخواهی؟ درست میگویی و مرحمت اشتهای تو. اشتهایم گریخت. ازیخ نشب خوراکت رو خور. چند وقت باز همراه خوراک نخورده بوده. غالب خودت تنهایی؟ چرا خواطر شدی؟ چی دانم؟ تو را بی نگهبان دیده حیران شدم. کی را محافظت میکنن؟ مرا؟ در اصل نفری لازم است که مرا از خودم محافظت کند. قهرم را پس کند. همه خاطراتی در سرم بوده را از سرم نیست کند. همین گونه آدم هست؟ یگانه چیزی که تو را از خودت و از نفست نگاه می‌دارد این وجدان است. یگانه راه برای شستن گناه‌هایت این توبه است غالب. ای خدا، به این نگرید باز شرم نداشته مرا نصیحت میکند. برای شما بر این آدمان گفتن آسان است،
چه خیلی که نباشد عائلت خوشبخت، همه فرزندانت همراهت. بگاهی وقتی که به خانه می روی در را گشاده می بینی خانه‌ات پر از آدم. انا آن وقت همین گونه فکرها به سرت می آید. آدمی را که با عیب شما تکی تنها مانده است باری هم به خاطر میاری. این طور نگاه نکن. یگانه دخترم را، جان و جگرم را از من گرفتید. با او هر گپ گفته او را به من دشمن نمودید. من باشم از یک عید به عید دیگر چشم به راه می شوم. آن هم برای سخنان نیشدارش را شنیدن. چی شد؟ اکنون می گریزی ها؟ فهمیدم. به تو هر چیزی گویم بیفایده است. به جای از خطاهایی کرده‌ات پشیمان شدن، برعکس حالا هم به آدمان ضرر میرسانی. حوالت به خدا. دیگر چی گویم؟ هیچ چیز نگوی. من به مصلحتی تو احتیاج ندارم. این شب در اینجا تنی تنها نشستنی غالب را فراموش کن. یک روز نه یک روز با شما روبرو شده. از هر کسی که مرا به چنین روز رسانید است یک حساب بپرسم. از همه‌تان. کنیگوی در اینجا شینیم یا در درون؟ فرق ندارد. همینجا میشینیم در هوای تازه. مایلش. لطفاً 2 چای بیارید. به اینجا آمدن اما خوب شد. در خانه دلتنگ شده بودم. تو هم حق هستی شرف. از یک طرف مادرم، از طرف دیگر باشه فریده. فریده حق است. با او قول دادم، قسم خوردم. حالا باشد در نزدش 2 دقیقه هم ایستاده نمیتوانم. بعضا وقتی که به چشمانم مینگرد نفهمد گفته از نزدش میروم، بر رویش نگاه کرده نمیتوانم. شرف گوی و خلاص شو. انا بین من با لیلا خاندار شدن اونو پنهان کردم، اما وقتی که مادرم فهمید فکر کردم که او دیگر هرگز مرا نمیبخشد، بر رویم نگاه نمیکند. چه خیلی که میبینی همش رو فراموش کرده. بخشید. مرحمت. تشکر. نوشی جان. سلامت باش. فریده اگر فهمد میرود؟ نه نمیرود. ینگم تو رو دوست میدارد. او از اول باوری داشت که پسر از آن توست شرف. او دیگر چی هم میگوید؟ با او گفتم که کودک از من نیست. چند بار پرسید که باوری داری؟ با او گفتم که بله باوری دارم. این دفعه نمیشود یشار. دلش تماما از من میماند. آخر مادامی که تو هم به خود باوری نداشتی چرا او را امیدوار کردی شرف؟ نمیدانم. من هم به جای او میبودم باور میکردم. گویا معجزه باشد. نفر پیدا شده آن چیزی را که تو شنیدن میخواهی به تو میگوید. چطور امیدوار نمیشوی؟ یشار یک فکر کن اگر حالا پینا را از حیاتم یک طرف میکردم چی خوب میبود. چی شد؟ چرا حاجت خستی؟ بیا به خونه رفته کمی با مادرم شینیم. چی گفتی؟ بخیر است؟ بیا رفتیم شرف. رفتیم. سوار میشوی؟ مایلش ما رو میبرید؟ مرحمت شینی. شرف کلید رو با من ده من میرونم. گیر.
زودتر با شرف، زودتر. مالش هیچ خواهش به کار رفتن ندارم. اوه نو دورش شد. کی به تو گفتی به کار درو؟ نو خلاص شده بودی. با من گوش کن. حجت‌های در سفر رئیس محکمه دزدیده گریخترم. من دیوانم. قرضم رو چخیل به او برمیگردونم. چی در کوچه شیرینی فروخته گردم یا به هر حال از تن فروشی بهتر است. دوگانه چیکار کردنم رو نمیدونم. راست گفتی یاشار. هر قدر بر وقت گویم برایم بهتر است. رفتن راستش رو میگویم. بگذار خفه شود. اگر نیتی رفتن کرد در نزد در ایستاده تا از فکرش گشتن از او عذرخواهی میکنم. اگر باز نام یاسین و امینه را گیرم از فکرش میگردد. همین طور نه یاشار؟ تو مرا گوش میکنی؟ یاشار از تو بپرسم با فریده گویم؟ ها البته با او بگوی. یاشار تو کجا میروی؟ روی خانه این طرف است. ببخش به فکر فرو رفتم. کمی زودتر رو. خوبی حسرت اومد. خانم اوسیا اینجا راه سرماشین است. اگر خواهید با دیگر راه رویم. مایلش با کدام راهی که خواهی رفتن گیر. پسر جان خودم. مادر جان چرا پدرم نمیآیند؟ باز با هم جنگ کردید. برای همین نمیآیند. نه پسرم جنگ نکردیم. با جستجوی بابایت رفتند. پس چرا نمیآیند؟ تو خسته نشدی؟ بیا کمی دراز کش. شد مایلش یاشار میگویم. اگر یگون گپ شد تو طرفی مرا گیر. همراه او را از فکرش میگردونه. مایلش تو غم نخور شرف. تو اول با او بگوی. یاسین تو هم شنیدی؟ آواز گریه کودک. من حاضر میآیم پسرم. مادر جان چی میخوایی فریده؟ آواز کودک رو شنیدم. در اینجا کودک نیست. شاید از بیرون باشد. فریده بیا کمی صحبت کنیم. این راه اینقدر در روز بوده است. شما رو با راهی به ماشین آوردم. شد پیشت رو نگاه کردم ماشین رو. حسرت و تو چی شد دخترم؟ حسرت گپ زن شرف. چی گفتم میخوایی؟ تو رو گوش میکنم. در اینجا نمیشود. بیا به حالی بار. باز چی شد؟ حسرت با کجا؟ تو با کجا میروی حسرت؟ امینا؟ تو با کجا میروی؟ اینجا بیا. دختر جون با کجا میروی ها؟ همش خوب میشه.
مادرجون امینه از بیمارخونه آمد. امینه از بیمارخونه آمد. امینه یاسین امینه پسرم خواهرت رو در کجا دیدی؟ در پایان خونه یک ماشین ایستاد. امینه از درونش فر اومد. من هم زود فر اومدم. چگونه ماشین بود یاسین؟ ماشین سفید. همراه امینه یگان کسی دیگر را دیدی؟ خدا امیرین همون ماشین است. بسیار حاضر میفهمید بیا رفتیم پسرم. اما کد رفته او رو میآورد. سلیم روی خودمان رو جمع کن. یک کار تجلی برآمد. من حاضر میآیم. امیر دخترم را یاب. رفتم. بس کن پسرم. گریه نکن. آهسته دختر. آهسته. بیروی و بی‌حیا. حسرت دخترم به تو چی شد؟ تمام جونکم. حسرت یک بار گپ زن. اقلا یک کلمه کن. کاش میدونستم که در سرت چی فکر داری. خیر پسرم، سفرت بی خطر باد. خیر یاسمان. خیر احمق جون. خیر شیر بچه. یاشار بیا یک بار دیگر تو را با آغوش گیرم پسرم. چرا اینقدر زود می روی؟ من هیچ چیز رو نمی فهمم. باز کی می داند این دفعه کی می آیی؟ مادر جان گریه نکنید. به این هم با دلی ناخواهم رفته ایستادم. تا خویم می آید. آی نباهد، گریه و ناله را بس کن. پسرم باز دیر نکند. خیر خوش را خاتمه دید. روی سفید پسرم. بس کنید مادر جان. شدتون التماس دیگر گریه نکنید. یاشار تو علاقه رفته ایستادایی؟ عذر در تشویش کوچیدن تو رو هم فراموش کردیم. خفه نشو. نه شما چه خو میگویید؟ استغفرالله. اینطوری نگویید خانم جانان. ماشینتون در کجاست که تو رو با فرودگاه میبرد؟ کسی را ناراحت کردن نخواستم. فرودگاه نزدیک است. به یگان ماشین نشسته میروم. به این هم باری زیادتی ندارم. با ماشین شین من تو رو میبرم. کمی صحبت میکنیم. بله. نه لازم نیست. نه پسرم تو سرگردون نشو. خودش میرود. اتیلا به اهمیت نده. اکا یاشار شرف برای تنها رفتنتون زیق بود. رد نکنید التماس. اتیلا با گوش نکنه رو بر. پسرم رو آدمان را منتظر نکن. بیا گذشته شین. مایلش. نه این گپی دیگه. تا بازدید. روی سفید. یاشار مرا با آغوش گیر پسرم. از او احتیاط شو. بسیار سوال نده. بسیار کنجکاو است. باز با او یگان چیز نگویی. با اون نگه به یاشار گپ یاد ایستاده است. بچیل در اومده است و حالا هم نصیحت میکنه. گفته‌هایم رو فراموش نکن. با او یگان چیز نگویی. مایلش پسرم روی سفید. روی سفید. با من ده پسرم. گیر بک موندهش رو تو ریز. بابا جان من هم همراه شما میروم. پسرم ایست آهسته تر. تو حالا صحت نشده ای آهسته رو گرد. سراسی من نشو مایلش. بیا خانم جان من یک با بالا بر اومدن می آیم. مایلش روید خانم نبود. یاشار همه انشالله صحت و سلامت میرسد.
قهوه تیار کنم منوشید خانم جانان؟ تو زحمت نکش عثمان. حاضر فرید رفته تیار میکند. همین طور نه میتونم. بچه خیلی زحمت. از دستم فقط همین کار میآید. در خونمون دویم شما با من قهوه تیار میکرده. مایلش این طور باشد رفته تیار کن. مایلش باشید یا اینکه بشید؟ باشیر. مایلش. چرا در این بخونه اکد نمی به اینجا اومدی؟ از خوش قبوق همشون برف و بارون میبارد. مادر جون شب یک کاری عجیب شد. خدا هم باوریم نمی آید. چی شد؟ با تو چی شد دخترم؟ گپ زن آخر. نصف شب در نزدی در یک ماشین سفید ایستاده است. از درونش باشد یک دخترچه فرآمده به سوی دری خودم مانده دیده است. یاسین او را از تیرزه دیده است. خیر؟ دخترچه عیناً به مثل امینه. با ما هم خبر داد اما تا برآمده ماشین رفت. من فقط پسی ماشین رو دیده توانستم. ای خدا، شاید یاسین خطا کرده باشد. مادر جان یاسین خود نیست. نخود خواهرش رو نشناسد. نمیدونم چی گویم. اگر گویم که نفری او رو یافته آورده باشد پس چرا نیستاد؟ فرآمده با سوی در دویده است گفتی؟ غیر از این معلوم می شود که عقل کودک در سرش بوده است. من همچنین فکر میکنم مادر جان. اگر یگان آدمی بد می بود او را تو نزد دری ما نمی آورد. انشالله در کوتاه‌ترین مدت را می یابند. امیر از شب باز این جانب در امنیت است. خبر رو انتظاریم. انا قهوه هم تیار شد. هیچ گپ نی عثمان جان زخم نشم. این مهم نیست. عذر میخواهم. هیچ گپ نی. یک قهوه هیچ گپ نی جانکم. حاضر باز تیار میکنم. بذار این طور میشه. عثمان زخم نشو. عثمان جان زخم نشو. هیچ گپ نی. دخترم چند بار با تو گویم کاری که از دستت نمی آید نکن. هیچ گپ نی خانم نباهم. به خدا نخواست شد باور کنید. سلام. آقای تیمور نیستم؟ من به شما کمک می مرحمت. تشکر زیاد. با من یک ماشینی از شرکت شما لازم است. مرحمت. ما یک دخترچه رو می جوییم. همه این ماشین های شوبناک را روی خط نمودیم. در روی خط ماشین شرکت شما نیز هست. ببخشید شما دخترچه گفته؟ بله، یک دخترچه 8 ساله گم شده است. مرحمت. در شرکتتان یا همراه کارگرانتان چنین کودک رو ندیدید؟ نه ندیدم. مرحمت. این طور باشد با راننده همون ماشین صحبت کردن میخواهم. البته شما در بیرون انتظار شوید. من حاضر به او زنگ میزنم. تشکر زیاد. حاضر زنگ میزنم میآید. من انتظار میشوم. خب. شاه دختری من خونه خوردی. بعد این قدر سال با من زنگ زدی باید میفهمیدم ای حسیه چقدری که جنگ کنی حق داری، لیکن این رو بغیر از تو با کسی گفته نمیتوانم. تو نه تنها ادوکتی خوبی، باز دوستی نزدیک هم هستی. برای همین به تو مراجعت کردم. خیلی خوب اما آسیه جان، لیکن باید گویم که این کار خیلی خطرناک است. اگر این دختر در کفت و کال باشد چی؟ نه، این رو دانستن هم نمیخواهم. من فقط حسرت رو به فرزندی قبول کردن میخواهم. ای یشیلی خودم. لبه یشیل. کای پلیس هلو هم اونجاست. تو باوری داری که آنها حسرت رو میجویند؟ گوش کن، تو هلو هیچ چیز نگوی به او، فهمو؟ من راننده رو میفرستم با او چی گفتنش رو میفهمونم. تو خودت رو فاش نکن. یشیل به من عقل یاد نده. بلش بگاه بیو صحبت میکنیم.
چی این طرف نگاه میکنی؟ گوش کن، با تو یک توصیه دوستانه میدهم. از این کار با آسانی برآمده نمیتوانی. پلیس امروز نباشد پگاه تو را مییابد. آن وقت با آنها چی میگویی؟ خوبش این دختر رو به پلیس سپار. تو میدونی وقتی که او رو یافتم در چی حال بود؟ اگر اویله خوب میداشت بیچاره کودک به این احوال نمیافتاد. من به خدا با چشمانم نبینم او رو نمیدیم. خیر چی طور مییابی؟ آخر کودک حتی گپ نمیزند. من از کجا سر کردنم رو نمیدونم. الو، چیکار میکنین مادر جون؟ یگان خبری هست؟ از برای خدا باز چی باشد؟ پدرت از صبح قواقشو بزاد. خیردینی خوردکک باشد یک دمی خوش نمیدهد. همه این کم بود که پینار مثل روباه در گردی خانه چرخ میزند. پینار؟ او باز چی میخواهد؟ من نمیدونم. پسرم زنگ میزنی، گپ میزنی، هر چی کاری کرده توانی. به خدا از پا میافتم، از طرفی تیریزه به سوی در و از طرفی در به سوی تیریزه. مایلش مادر جون، به خانه هایم گپ میزنیم. مایلش زودتر بیا. مادر جان، شرف بود. شرف بخورو که نصفی روزی می اومده است. پرسید که تیار شد. خیر، من رفت یکون چیز پزم. مایلش پس ایستا رفته از مغازه یک دو چیز خریده بیار. خوب، کمی دیرتر مادرم رو گسیل کرده، بعد به مغازه می روم. مایلش. خیر یشر، خودت رو در مملکتی بیگانه جوی کردی ها؟ همین طور. یک بارا برآمده رفتی؟ در سرم فکرهای هرخیله پیدا شدن. شاید که از پس یگان خانه می برآمده رفتی یا با او عاشق شدی ها؟ نه تیرا، این طور نیست. همین طور شدنش هم ممکن. چرا نمی شده است؟ این عشق است. در وقتش ما هم خیلی سوخته گشته بودیم. در اصل من این رو به هر کس نمیگویم، لیکن به تو میگویم. در وقتهای مشکلی در بری فریده بودی برادر. من به او همیشه میگویم که در بینشون یشر دیگر است. بله دیگر. استغفرالله برادر، استغفرالله. گوش کن تیرا، به این هم از اینجا تا فرودگاه با اتوبوس رفته میتوانم. اگر خواهی مرا در یگان ایستگاه فرار، سوزشواری رو حیف نکن. میرنجان یشر، در نصف راه پرتایم و باز به خانم نباید گویم که او را در نصف راه پرستا آمدم. دیگر گپ نزن، تو را تا فرودگاه برده میمانم. انا دیدی؟ عاشقی، میخوای که زودتر پرواز کرده به نزدش روی. اوه برادر، اوه اوه، گوش کن. به تو یک مصلحتی برادرانه میدهم. سوخته خاکستر همشوی اصل و نشان نده، چون که زنها از این استفاده میبرند. لیلا را بین، یک بار مرا ترک کرده رفت، لیکن من انتقامم را میگیرم. ها البته میگیرم. انا آنجا رو کشو گیر آن رو. تپونچه؟ بله، نو گرفتم. این رو چکار میکنی؟ پرنده چکار نمیکنم. کردانش رو ببین. دیدی؟ در داخلش دو تیر است. یک تاش برای لیلا. تیری دویمش رو چی؟ دیگرش باشد برای آن نامرد. مرد بیچاره چه گناه دارد؟ شاید لیلا با خواهش خودش برآمده رفته است یا عاشق شده است. تو لیلا رو نمیشناسی یشر. من او را از کجاها؟ خیر میلش، طبیعت تو رو خیره نمیکنم. وقتی رفتنت نمیخوام طبعت خیره باشد. خیر کنی گپ زن، با چی کار مشغول میشوی؟
تا در آشخانه تمام کردن کارهایم تو کودک را نگاه کن. بعد به آن زنگ بزن. زنگ میزنی در یگان جا وا میخورد، لیکن با او گپ زن. فریده را به مغازه فرستادم، اما میترسم که با پینور وا نخورد. در همین جایها میگردد. او فریده حالا هم نامده است؟ نه نامده است. خوب را پسرم در کجاست؟ از دیروز باز با چشمانت خانه رو خورده آب کردی. کنیم از اینجا نباشد یکم بلا را بر سرت میارم. تا پسرم رو نگیرم به هیچ کجا نمیروم. بس است اکنون دیگر پیش راهم را نگیرید، فهمیدید؟ چون که از در بدر گشتم بیزار شدم. خیریدین بیا با بالا برویم. من آنها خودشون گپ میزنن. نه نباید. این دفعه دخالت میکنم. من که به این ناشوب یک دو دهان گپ زنم. شما چه ها میگویید؟ ابله با کی گپ زدن از رو دان؟ اصلا شما دانید. من کسی که نباشم مادری نبیرتون هستم، فهمیدید؟ تو این وقت چی کارهایی رو که به من روا ندیدید؟ هرچی میگفته گپ نمیزدم. با آن سه تنگه‌ای که برای مصرفم میدادید قناعت کرده آوازم را نمیبرآوردم. اکنون به این حجت نگرید و شرم دارید. برای شرم داشتن حاجت به این کاغذ نگریستن نیست. من از بروی تو نگریستن شرم میدارم. در خانه من کارهای کردتان را بینید، این شرمندگی است. گپ‌های بیهوده‌تان را یک طرف مانده به من گوش کنید. به این موسیقی بیگناهتون فهمانید که دیگر من را شرمنده نکنند. گوش کن. مگر تو نمیدونستی که او عائله دار است؟ بس کن نباید. خودت را عذاب نده. یک بار نگر در نظر کی ایستاده است؟ انسان نه حیوان و سخنی خوب را نمیفهمد. تنها نیرنگ بازی و خانه بیرانتونی را میداند و خلاص، و تنها به نفع خود کار میکند. از این پس پروای کسی را ندارم. دیگر فریده زیغ نشود، کودک‌ها زیغ نشود نمیگویم. تا حقم را نگیرم نمیروم. پسرم چه میخواهی پینا؟ آرام شو. بس است در نزد همسایه‌ها شرمنده شدیم. چه میخواهی؟ فریده به اینجا می آید، مرا در اینجا با کودکم میبیند. تو باشی به چشمانش نگاه کرده همش را میگویی. نمیتوانم. میتوانی. نمیتوانم. این را باید پیش از آن که برختی خوابم در آمدی فکر میکردی. آرام شو پسرم، آرام شو. انسان همه چیز را به یک بارگی فراموش کرده، همه لحظه های خوشی و بدی حیاتش را در یک لحظه پیش پا میزده است. اکنون فهمیدم که دل آدمانی را که تاریک و سیاه است یافتن غیر امکان بوده است. وقتی که پرده حیای انسان درید، او به همه کار دست میزده است. در این گونه حالتها یگانه چیزی که به انسان کمک میکند این توبه است. گرچند گناهش را کسی نمیبیند، دستان، گوشها و چشمها به او شاهدی میدهند. گوش کن، این نشده باشد دیگرش هم میشود. خودت را زیغ نکن. هیچ نباشد در خانه‌ات هستی. آن زن احمق از دو سر در آنجا نمیموند. من هم همین رو انتظارم. نتیجه تشخیص براید. امین هم صحت و سلامت برگرده. دیگر از الله چیزی طلب ندارم. این طور باشد فریده، دیگر به شرف فشار نآور. فهمیدی؟ اگر دوست داری برگرد. یک روی کردن رو بس کن. من به تو گفتم که اتوبوس نمی آید. تو مرا انتظار نشد. رفته خریدت را کرده به خانه‌ات برگرد. اگر که شرف برای خوراک نصف روزی آید زودتر باید روی. حاضر شما را گسیل کنم میروم. فریده جون تو رو، حاضر اتوبوس می آید. کنی رو جونتم تو بزدید. پدر، با کجا می روید؟
دخترم، من به تو قصور خوب شده نتوانستم. مرا ببخش. پدر جان، چی شد؟ شما رو کی رنجوند؟ در خونه یگون گپ شد؟ نپرس دخترم، نپرس. برای شر شیطان نجات یافتن به تو پناه میبرم. ای خداوند. چیکار کنم؟ این هم پسر من است. برای فریده را از دست ندادن دروغ گفتم. کاری شدگی شد پسرم، دیگر به قفا گشته نمیتوانی. هر دویشون رو هم زن میکنی، دیگر چی علاج؟ از فریده چطور پنهان کنم مادر جان؟ نمیدانم. پسرم رو پاره پاره میکنم. یگان تویش نمیگوید که آخر او هم جان دارد. خیر بیگذار، یک تویش موری زهردار است. به فریده چی شده ایستاده است؟ خیر شوهرم خطا کرده است، گوید و تو را ببخشد، اما نه، یک رب است. مادر جان همش یک طرف ایستاد. وقتی که کودک رو در شناسنامه‌ام نویسم آن وقت چی میشود؟ آنگاه چی در پنهان کنم؟ مادر دخترم فریده در کجاست؟ از حجرهش نمیبروید؟ بیمار نشده باشد؟ نمیدونم، من از دختر آمدم لیکن او را ندیدم. من میبینم. رفته در رو کشو پسرم. به فکرم پدرتون سیر کرده آمد. من با تو نگفتم که پگاه برای قید میرویم ها؟ برای چی آمدی؟ این دفعه ما رو دعوت کردند. چی؟ چی گفته ایستاده ای که تو را دعوت کرده است بیناموس؟ من دعوت کردم. پسرت رو گیر پینور. پسرم؟ او رو هم میخواستی همینطور نی؟ گیر، او هم از تو. در بدر شده آوازه مردم گشته ای. تو رو از این هم نجات میدیم. گیر، این هم از تو. رفتیم. فریده ما رو ببخش. به خاطر فرزندانم. همه چیزها از آن شما بودند.
аммо фарзандонам аз мананд. Ёсин, ба модарат ягон чиз гӯй, писарам. Намеравам гӯй. охир бо ту чӣ маслиҳат карда будем? ба падарат бовар намекунӣ? шумо дигар падари ман нестед. равед, падари ӯ шавед. Ёсин. پسرم. баъзан шабҳо хобам намебарад. калон шуданамро тасаввур мекунам. рӯям чӣ хел мешавад. ба кӣ монанд мешавам гуфта фикр мекунам. баъд чашмонамро пӯшида интизор мешавам. дар торикӣ як одамро мебинам. марди қоматбаланд ва боқувватро. ба сӯи ман механдад. дастонашро кушода кани дав шербачаи ман мегӯяд. садояш шинос аст. баъд чашмонамро кушода мебинам ки субҳ дамидааст. дар наздам бошад шумоед, падар. он вақт мефаҳмам ки мехоҳам мисли шумо шавад. аз ин пас чашмонамро пӯшида интизор намешавам, чунки агар интизор шавам боз шуморо мебинам. агар дав гӯед давида наметавонам, чунки агар чашмонамро кушояд дар наздам нестед, падар. он вақт хеле мегирям, падар, ҳамон тавре ки ҳозир мегирям.